و امتحانهای بسیار سختی که 100 برابر عقل انسان مغلوب میسازه و همه دانشمندا و فیلسوفها و مصنفین و مؤلفین و مدبرین در روی زمین از اینطور امتحانات عاجز میمانند. همانا مثل امتحانی که انسان باید به آتش بیفتد و کاملا سوختنده شود و یک ذره از اثر او در روی زمین نماند. چرا؟ که جرمش است که این یک عقیده دارد به یک ذات الله پاک، یعنی ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام میگوید که بوت و سنگ و چوب و قبر و امام و پیر و مرشد و انسان و غیر الله و جبرائیل و میکائیل و جند و تکنولوژی و اسباب هیچ کدامشون اله نیست. اله یک الله هست، لا اله الا الله. همینطور یک انسان که بیاید به میلیارد و لکها خدایان گچی و سیمانی و دست ساخته و خود ساخته عقل و نفس انسانها را رد بکنه، جرم او چیست؟ باید او سوختنده شود. زیرا در برابر ذات و صفات و قدرت و عبادت و اطاعت و صنعت و قدرت الله متعال، یک اله دیگر که در روی زمین بسیار سرکش است، او جناب نفس است. نفس انسان در روی زمین یا عبدالله می شود یا عبدالنفس می شود.